ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори 12. پیش از همه باید گفت که مسئله قوم تاجیک و زبان آن و مسئله تاریخ قوم‌های ایرانی، زادگاه و نام و نسب آنها مربوط می باشد. بنابراین ریشه کلمه تاجیک را قبل از همه باید در متن‌های باستانی جستجو کرد. مواد بازمانده در این مسئله از دو قسم، یکی نقل و تفسیر روایت‌های قدیمی و دیگری بررسی علمی این موضوع از روی منبع‌ها و آثار خطی عبارت است. البته به محققان معلوم است که پیدا نمودن مأخذهای معتمد و تعیین سرنوشت این یا آن نام کار دشوار بوده تحقیقات زبانشناسی، تاریخی، مردم شناسی و غیره را طلب می کند. واژه تاجیک در دوره‌های طولانی تاریخ انکشاف خلق‌های آریایی تغییر و تحول پذیرفته تابش‌های گوناگون معنایی پیدا نموده است. در تحقیق واژه تاجیک خاورشناسان اروپایی نقش باسزایی دارند. تحقیق و پژوهش اصطلاح تاجیک به طور علمی در خاورشناسی غربی تاریخ طولانی دارد. اصطلاح تاجیک به معنای نام خلق در آسیای میانه و منطقه های همجوار آن در علم خاورشناسی اروپا هنوز در نیمه دوم عصر 18 پیدا شده بود. در کتاب تاریخ های شرقی که در پاریژ در سال 1773 چاپ شده است گفته می شود همه شهرهای بخارای بزرگ و بخارای خرد تا خود مرزهای چین بخارایی هستند که ساکنان قدیمی و باستانی این دیار می باشند. آنها را تاجیک یا شهرنشین می نامند. در توضیحات کتاب چنین آمده است: تاجیک معنای شهرنشین را دارد که بخارایی ها را چنین می نامند. باری نخست در علم اروپایی مسئله پژوهش واژه تاجیک در یک مقاله کلاپرات با نام درباره بخاراییان بررسی شده است. این مقاله سال 1823 در جلد دوم مجله ژورنال آزیاتیک چاپ شده است. اولین اطلاع در مطبوعات روسیه عاید به تاجیکان از این هم پیشتر پیدا شده است. در مجله روسی وستنیک یوروپی پیام اروپا از ماه اپریل سال 1815 مقاله نچندان کلان با نام درباره خلقهای ساکن پرسیه چاپ شده است که در آن از جمله گفته می شود مردم بومی این دولت با اسم نام نهاده فارس ها نام تاجیک را دارند. آنها ماهیتاً آمیخته خلقیت های گوناگون عرب ها، گبر ها، زردشتیان، یهودی ها بوده اختیاری یا غیر اختیاری و مجبوری دین محمدی را پذیرفتند.
سال 1806 کلاپرات در شهر قزان با بخارایی ها وامی خورد که آنها زبان مادری خود را تاجیکی فارسی می گویند. بنابراین مؤلف به نتیجه می رسد که ساکنان بخارای بزرگ و بخارای خرد خود را تاجیک می نامند و این نام قدیمی کشوری فارس و فارس ها می باشد. در همین مقاله با استناد به یک رساله چاپ نشده عالم فرانسوی سن مارتین درباره تاریخ سلاله اشکانیان پارت می نویسد که با عقیده سن مارتین خلاصه با سند و صحیح عاید به اصطلاح تاجیک چنین است: یکم، نام تاجیک که از طرف ترک ها و تاتارها به مردم فارسی زبان فارس، افغانستان، تخارستان و رارود داده شده است، همان نام قوم باستانی دایی ها می باشد که در عهد باستان از دنوب تا باختر و دیگر منطقه ها پهن شده بودند. دویم، پارت ها و اشکانیان به همان گروه سکایی سکیف ها تعلق دارند که نام دایی، تاجیک و دادژیک به خلقیت آنها منسوب بوده است. سیوم، این نام از طرف ساسانی ها و فارس ها که از زیر یوغ پارت ها آزاد شده بودند رد گردیده بعداً معنای ورور، بربری یا خلق نامتمدن را به سر این نام بار کردند. ولی خلقهای سکیفیه، سکستان و آسیای شمالی که از این حادثه ها و دیگرگونی های سیاسی در کنار مانده بودند، این نام باستانی را برای نامگذاری فارس ها استفاده می کردند. به اندیشه خرومف، این خلاصه سن مارتین عاید بر ریشه پارتی داشتن اصطلاح تاجیک با پیدا شدن دلیل های نو اثبات شده ایستاده است. ولی تعجب آور آن است که مقاله کلاپرات فراموش شده است و در یگان سرچشمه دیگری مربوط به این مسئله یادآوری نمی شود. افسری روس مایندورف که سالهای 1821 یک هیئت دیپلماتی روسیه را به بخارا همراهی می کرد، سال 1826 در پاریژ کتاب چاپ کرد که در آن به مسئله مردم تاجیک اهمیت زیادی داده است. او می نویسد که تاجیکان خود را مردم بومی و تهجایی کشور می دانند و احتمالاً بازمانده سغدی ها باشند. ولی او درباره ریشه شناسی واژه تاجیک چیزی نمی گوید. بعضی محققان از جمله لیوشکیویچ از آخر سالهای 70 سده 20 درباره این واژه اظهار نظر کرده است. این دانشمند روس ریشه شناسی کلمه تاجیک را به شکل ترکی تارت، ایرانی زبان، جمعی پسوندی ترکی چیک، تاجیک پیشنهاد می نماید. ولی هم از لحاظ زبان شناختی و هم از لحاظ تاریخی این فرضیه دلیل و سند علمی ندارد. از لحاظ مردم شناسی بخشی از ساکنان ولایت فارس خود را تاجیک می نامند که خیلی مهم است. این چنین درباره تاجیکان تهران نیز دانشمندان هنوز در سده 19 معلومات می دهند. واژه تاج و رابطه آن با واژه تاجیک.
یکی از معمول ترین روایت هایی که درباره واژه تاجیک وجود دارد با کلمه تاج رابطه داشتن آن است. در سده 19 عقیده خانیکف درباره با واژه تاج علاقمند بودن واژه تاجیک به معنای تاجدار گسترش یافته جانبداران زیادی پیدا کرد. این اندیشه خانیکف در اثر او قیدها درباره مردم شناسی پیفسی چاپ شده، من بعد از طرف دانشمندانی چون سیمیانوف، وامبری، بوداگوف، دی لاگارد، صدرالدین عینی دستگیری یافت. سیمیانوف ضمن تفسیر اندیشه خانیکف در این باره چنین می نویسد: بنابراین تاجیک به عقیده او نامی می باشد که مسلمان ها هنگام استیلای پادشاهی فارس ها به پیروان زردشت دادند و احتمال دارد که خود پیروان دین زردشتی خود را چنین نام می بردند. واژه تاجیک یا تاجیک در زبان هوزواریشی احتمال زبان فارسی میانه در نظر باشد و تازی فارسی به معنای عرب با این کلمه هیچ مناسبت ندارد. بوداگوف واژه تاجیک را با گونه‌های تاجیک و تزیک برگرفته از ریشه تاج می‌داند. با عقیده او این نام را ترکان قدیم و مغولان به تمام مسلمانان به غیر از مسلمان‌های خودی و اولاد کشمنچه ها خارجیانی که در شهر و دیهاتی دولتداری آنها زندگی می کردند منسوب می دانستند. مخصوصاً به مردم فارس که شاهان آنها تاج بر سر داشتند. فارس ها در سالهای پیشین کلاه نوک درازی شبیه تاج که امروز درویشان در سر دارند می پوشیدند. دانشمند آلمانی دی لاگارد نیز اصطلاح تاجیک و تازی را به کلمه تاج نسبت داده این خلقها را مردم بومی فارس که نه عرب و نه ترکند می داند. خانیکف در ابتدا واژه تاجیک را با کلمه یونانی تاگاس به معنای پیشوا، حکمران نزدیک می دانست که این کلمه در عصرهای 6-5 پیش از میلاد در زبان یونانی وجود داشت. او واژه تاجیک را با واژه دادیک و تسک و پسک نام قبیله و خلقیت ها در آثار مؤلفان یونان قدیم هم معنا می دانست. ولی این عقیده از طرف دانشمندان دیگر دستگیری نیافت. اندیشه خانیکف بعداً در اثر جامعه زبانشناسی با نام گروندریس دستگیری یافت که در آن اصطلاح تاجیک همچون اصطلاح نوکی از نام کلاه مشتق شده است تلقی گردیده است. ولی در سالهای بعدی در این باره عقیده های دیگری نیز پیدا گردید. دانشمندی روس ترنتیف حصه‌چه ایکی ایرانی را با ایکی روسی در نمونه های ناسیک، ناژیک، میاچیک، والیک و غیره مقایسه کرده به خلاصه می آید که واژه تاجیک نه معنای تاجدار بلکه معنای تاجک، تاج خرد را دارد. ولی از نگاهی اساسهای زبانشناسی مقایسه این دو حصه‌چه چندان درست به نظر نمی رسد. استاد عینی از بین دانشمندان تاجیک شاید از اولین هاست که به این مسئله
توجه ظاهر کرده مقاله مفصلی در این باب نوشته است که هنوز سال 1943 به زبان روسی ترجمه شده بود. در این مقاله رابطه واژه تاجیک با کلمه تاج خیلی مفصل تحقیق شده است. استاد عینی با استناد به فرهنگ و لغتنامه‌های زیاد ثابت می‌سازد که اصطلاح تاجیک به قوم عرب و اصطلاح تازی هیچ گونه ربطی ندارد و همه این معنی‌ها و شکل‌های گوناگون کلمه را لغت‌نویسان بیشتر از روی شنید یا به فرهنگ‌های دیگر تکیه نموده در فرهنگ‌های خود ثبت کردند. سپس تأکید می‌کند که تا به حال درباره این کلمه پژوهشی مفصلی زبانشناسی صورت نگرفته است. کلمه تاجیک از طرف یگان مؤلف معتبر با راه زبانشناسی لینگویستی تا حال تحلیل کرده معنای اصلی آن بیان کرده نشده است و اگر یگان تحلیل معقول شده باشد هم تا حال به واسطه ادبیات نوشته به ما نرسیده است. استاد عینی در مقاله خود کوشش کرده است که واژه تاجیک را از لحاظ زبانی تفسیر کند. البته این تفسیر استاد درباره از 3 بخش تاجیک عبارت بودن این کلمه بحث‌انگیز است و درست بودن یا نبودن آن را به محققان زبانشناس حواله کرده عقیده استاد را عیناً می آریم. او می نویسد: با اساس این مطالعه ما گفتن می توانیم که کلمه تاجیک از 3 جزء مرکب است. تاج که جزء یکم تاج است که زینت سری پادشاهان و نشانه پادشاهی آنان بوده. نام دیگری وی در فارسی افسر و در عربی اکلیل است. دوم حرف ای نسبت است. مثلا ما بخارایی، سمرقندی، سترین آبادی گوییم، همین ای همراه می شود و چیزها یا شخصهای به این شهرها منسوب را می فهماند. جزئی سوم کی اسمی است. هر وقت کلمه صفتی را یا کلمه اسمی آن را نامی چیزی مخصوص کردن خواهند، این حرف را در آخر آن کلمه همراه می کنند و این حرف این کلمه را اسم خاص می گرداند. درباره مفهوم تاجیک به معنای اتنوجغرافی اخبار و تخمین‌های دیگری نیز موجود است که بعدتر در مورد آن توقف خواهیم کرد. ولی اینجا اندیشه‌های استاد در مورد نام خلق تاجیک و زبان تاجیکی برای ما بسیار مهم است. استاد در این باره چنین می‌نویسد: آن خلق‌های آسیای میانه و خراسان که اینها را بعد از اسلامیت تاجیک و زبانشان را فارسی یا این که تاجیکی نامیده اند که ها بودند؟ اینها همان خلق‌های آسیای میانه و خراسان بودند که چندین عصر پیش از اسلام در این سرزمین‌ها به طریق مقیمی در شهرها و دهه‌ها به خانه و جای زندگانی کرده به زراعت و کسب‌های دستی عمرگذرانی می‌کردند. اینها همان سغدیان بودند که در شهرهای مرکزی ماوراءالنهر در کنارها، وادی‌ها و کوه‌های زرفشان و باختریان و تخاریان بودند که با مرکزیت بلخ قدیم در خراسان و چغانیان بودند که با مرکزیت تیرمیز و حصار شادمانی امروزه در کنارهای راست دریای آمویه زندگانی می کردند.
این گفته های استاد عینی امروز یکی از معمول ترین وجهی تسمیه کلمه تاجیک است. ولی عقیده ای از کلمه تاج پیدا شدن واژه تاجیکی از طرف اکثر دانشمندان، مخصوصاً دانشمندان تاجیک و روس پیشنهاد می شود از طرف تهیه‌گران دایره المعارف اسلامی بدون قید و شرط، هم از لحاظ زبانشناسی و هم تاریخی مردود دانسته شده است، حالان که این عقیده دلیل و برهانهای زیادی دارد. دانشمندی معتبر محمد محیطی طباطبایی در اساس مأخذهای چینی تأکید می کند که واژه‌های تات و تاجیک در اساس تلفظ خطایی واژه تاخر در شکل تخلو یا تاهیا پیدا شده است. بعضی دیگر از دانشمندان گونه‌های گوناگونی واژه‌های را از قبیل دیتیه، نام رودی مقدس در آسیای مرکزی، دریای سیر، ترغ تاس، نام یکی از پیشوایان قبیله های سکایی، دادیگ ها، یکی از قبیله های سکایی، در نوشته های هیرودوت مورخ یونانی پیشنهاد کردند که گویا در اساس تلفظ گوناگون این کلمه ها به واژه تاجیک رسیدن ممکن است. البته آنها برای تصدیق فکر خود از مأخذهای گوناگون مثالها آوردند. از جمله محقق افغانستانی جلال الدین صدیقی نیز تخمیناً نظری مشابه استاد عینی را بیان نموده در مقاله تاجیکان خود چنین می نویسد: لفظ تاجیک یا تاجیک لفظ قدیمی که به مردمی ساکن در سراسر فلات آریانا یا ایران کهن یا خراسان بزرگ اطلاق شده است. دانشمند دیگری افغانستان عبدالاحمد جاوید در یک مقاله خویش با نام سخن چند درباره تاجیک ها درباره واژه تاجیک می نویسد: کلمه تاجیک تاج ایک به معنای تاجور و تاجدار است. ایک در پهلوی پسوند نسبت است، ای فارسی دری، چنانچه در تاریک و نزدیک هم دیده می شود. مؤلف تاریخ بیهقی شرح مفصل از تاج و تاج پوشی سلطان مسعود دارد. این کلاه زرینی کنگوردار که معمولاً لبه بالای آن از لبه پایین کشاده تر است، بیشتر از ماخوط زربافت ساخته می شد و متن آن با جواهری نفیس مزین می بود. قسمتی نقدنبار آن را با الماسی رخشان، یاقوت رومانی و زمرد و پرهای ظریف تزیین و ترصیع می کردند. رشته ها و شرابه های از مروارید از هر طرف با تناسب خاصه کشیده می بود. لشکریان اغلب نیم تاج زیبایی می پوشیدند که انواع مختلف آن در نقوشی که از اثرهای مختلف باقی مانده دیده می شود. ما نیز ملاحظات خود را درباره رابطه واژه تاج و کلمه تاجیک در اثر تاجیکان در آینه تاریخ، کتاب دوم از آریان تا سامانیان، به طور فشرده بیان کرده بودیم. معمولاً کلمه تاجیک هم ردیف و هم معنای آریایی یعنی نجیب زادگان بوده است. به زبان امروزه تاجیکی معنای کلمه تاجیک مردم تاجدار، عالی مرتبه، آزادمنیش است و نام امروزه تاجیک
بجای نام اتنیکی ایرانیان کنونی به عوض آریایی آمده است. تاز، تاج و واژه تاجیک. درباره استفاده واژه تاجیک در دوره‌های پیش از اسلام اشاره و اطلاعات در دست هست، ولی این اشاره ها از نظر پژوهشگران دور مانده است و آنها بیشتر به منطقه های مغولستان، خیتای، تیبت، هندوستان و قبیله های ترکی دخل دارند، زیرا اکثر این خلق و قوم ها به واسطه تاجیکان از فرهنگ و تمدن یونان و روم و عرب و عجم آشنایی پیدا کردند. در اکثر اثرهای بازمانده ادبیات سانسکریت در منطقه هند کلمه تاجیک به معنای فارس یا ایرانی قید شده است، یعنی واژه تاجیک با فارسی زبان هم معنا بوده است. واژه تاجیک در ویدها به معنای آریایی ها استفاده شده است که از لحاظ تاریخی به 1000 ساله دوم قبل از میلاد می رسد. در عنعنه و سنت های پارس های زردشتی نام تاجیک معنای خاصی پیدا کرده است. در متن بوندهیشن درباره مرد با نام تاز و زن با نام تازک، خواهر تاز و دشت تاجیکان سخن می رود و گویا تاجیک ها از این مرد سرچشمه می گیرند و از مرد با نام هوشنگ ایرانی ها برآمده باشد. در سالهای آخر چندی از دانشمندان در برابر پیشنهاد دیگر عقیده ها آید به معنای واژه تاجیک معنای به شخصیت اساطیری و روایتی با نام تاج یا تاز رابطه داشتن این کلمه را جانبداری می نمایند که مختصراً چنین است. در ادبیات پهلوی به ما رسیده درباره یک تن از شخصان اسطوروی سراولاد تاجیکان و ایرانیان تاز یا تاج و همسری او کوازک در بوندهیشن هندی و تازک در بوندهیشن ایرانی سخن می رود که گویا اساسگزار و سراولاد قوم‌های آریایی در برابر هوشنگ می باشند. عموماً به طور مشخص از روی گفته محققان این کلمه یعنی واژه تاز در بوندهیشن ایرانی 3 مراتبه، در کتاب متن‌های پهلوی در قطعه شعری عبارت از 24 مصرع 2 بار واژه تاجیک در شکل جمع تاجیکان با حرف ژ آمده است. شما گفتار 12 را از روی کتاب یکم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.